فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیده بودن که در لابلای سوالات هست، الان شما بحث ابرو رو مطرح کردین، پرسیده بودن که ابرو هم از حد بیش از حد بزرگتره، اگر یک کمی بردارم. ببین مواردی که جزء به اصطلاح یعنی تشویه خلقت هستند، یعنی واقعا نازیبایی هست و فطرتاً و به تعبیر دقیق یعنی مادرزادی این گونه هستند، یعنی بد هستند و در جامعه یک نوع عیب شمرده میشن، نه اینکه به اصطلاح مدی ندارند، یک شکل خاصی به اونها نداده و بیش از حد معمولی مثلا کلفت هستند یا مثلا دراز شدن، یا به قول یکی بیننده که بینیشونو گفته بودن، یا بینی مثلا که به اصطلاح خیلی بلند باشه یا نازیبا باشه، در واقع از نظر خلقتی و ساختار بدن انسان یک عیب محسوب میشن. اینا همه مواردی هست که جایز هست که انسان برای این که اینو رفع بکنه عمل جراحی رو انجام بده، هیچ مشکلی در این زمینه نداره. اما اگر به محض این هست که خودش رو مثلا به شکل مدلی در بیاره که فلان چون این زیباتر هست یا این که این مدل بهتر هست، پسندیده تر هست، این در واقع جزء همون تغییر خلق الله حساب میشه و حرامه. اما اگر برای نیاز باشه، به این معنی که یک نوع عیبی شمرده بشه و مادرزادی باشه، یا اینکه بر اثر تصادفی به صورت تغییر ایجاد بشه در بدن انسان که یک نوع عیب شمرده بشه، اشکال نداره که انسان به اصطلاح جراحی زیبایی یا پلاستیکی بکنه.